سلام دوستان، وقت کاشت زعفرون هستش. این پیازچه های زعفرون که ما امروز شروع کردیم تو کنسولون واسه اولین بار زعفرون بکاریم. انشالله که عایدمون خوب باشه. دوستانی که تو کار کاشت زعفرون و کشاورزی هستن ایرادای کار منو میتونن بگیرن، تو کامنتاشون بنویسن که این کاشت پیازچه زعفرون درست هست یا نه. من یک کرتی باز کردم اینجا، هر 5 سانت به 5 سانت یه پیازچه زعفرون دارم میکنم. اگر ایرادی تو کار ما هست میتونید کامنت بذارید، چون اولین بار هستش ما داریم تو این منطقه همچین عملیاتی انجام میدیم. انشالله که پیازچه های زعفرون تو این وقت مثمر ثمر باشه. شما اونجا بیشتر درآمد میوه‌ایمون شاتوت هستش، گردو هست، گوجه سبز هست، بلو هست، گلابی هست، زردآلو هست، همه میوه‌جات رو داریم. ولی واسه اولین بار داریم اینجا زعفرون میکاریم. انشالله که نتیجهش هم مثبت بشه.